الو انگورهای حولی کایها پخته به شیره آمد. نمیایی؟ مادر جان سرکار شده ماندیم. سردار میگوید تا زمستان باید بام خانه را پوشیم. من برایت چند سر انگور گرفته میمانم. زمستان بیایی مزه‌اش را میچشی. حتما. امجد دوره الحمدلله رب العالمین. الله آمین. طریق رحمت شایسته جنت همه خورشید می؟ خیرنده دادا دادام؟ Kan bia kɔ a kɔ kile tɔn kan mɛn sɔrɔ bia kɔ za أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. طریق رحمت شایسته جنت رو خدایا خدا. برای چی مرا انتظار نشدید؟ از وقتی گپان یکم بعد گام بزنیم. مرحمت بیاید. بیاید مرحمت. گذارید. مرحمت. سلام علیکم. گذارید. سلام علیکم. سلامت باشین مرحمت. مرا گذارید این طرف. مرا مرحمت. جنازه باید ساعت 4 میشد. برای چی مرا انتظار نشدید؟ کی قبر کردید؟ 1 ساعت شد. میدونست که من میآیم. چرا مرا انتظار نشدید؟ دامولا وقت نداشت. داملا مرکو خونید. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب داملا وقت نداشت. بسم الله الرحمن الرحیم. کی بوده از وای داملا؟ هی شین بچه. برای کیم کدام داملا شده؟ داملا شده که من مادرم رو نبینم. اینا نکشه. من برای شما هیچ کس نیستم. برای بخونه. من برای شما هیچ کس نیستم. داد نزن درا بخونه. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله. من مادرم را باید ندیدم. جهت ندیدم. دو زیاد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
الو بهار شد. نوروزت مبارک بچم. نه آمدی؟ بخشش مادر، معاش دیر گرفتیم. خورشید پولت لازم نه. بیا آخر در دم پیریم از دیدارت سیر شوم. انگورها چه خیر؟ انگور در فراقت آب و ادا شده با مویز خشک تبدیل یافت. انا در شیفت آویزم. با انگوری امسال رسیده میویم. پروا نکنید. کاش که می آمدی بچم، کاش که. این یکی از صحنه‌های سریال خانه است و من باور دارم که آن به شما پسند آمد. اکنون شما تصور کنید که 10 قسم 10 سری همین گونه صحنه‌ها و این البته از بهترین صحنه‌های سریال نیست. ما بهترین صحنه‌های سریال بعداً برای شما پیشکش می‌کنیم. سال 2024 در راه است و ما اهل تیم کینوخانه تلاش داریم که سریال خانه را در آغاز سال 24 به شما پیشکش نماییم. این که سریال خانه به همه شما پسند می آید و خیلی مشهور می شود یگان شبهه نیست. اما مسئله این است که کانال کینوخانه هنوز نو است و مشهور نشده است و شماره ابونچیانش هم کم است و این که ما سریال میبراریم و آن را کم آدمان تماشا میکنند این یک مسئله میتواند ایجاد کند برای آنهایی که میخواهند سرپرست باشند. برای سرپرستان نشان دهنده خیلی مهم است و هیچ کس نمیخواهد به فیلمی که 5000 تماشابین تماشا میکند مبلغ گذاری کند. البته همه میخواهند اطراف اون فیلم جمع شوند که 1,000,000 تماشابین تماشا میکنند. برای آنکه سریال خانه براید و ما سرپرستان را قانع کرده توانیم خیلی مهم است که این ویدیو را شماره زیاد آدما ببینند. دوستان عزیز، اگر شما واقعا میخواهید برای برآمدن سریال خانه و رشد سینما سهم گذارید لطفاً این ویدیو را لایک کنید، زیرش فکراتون نویسید، لطفاً به همه دوستاتان تقسیم کنید و حتما پادپیسات کنید. به این واسطه شماره تماشابینای این ویدیو خیلی زیاد میشد و ما امکان پیدا میکنیم که سرپرستان را باور کنانیم که سریال خانه را آدمان خیلی زیاد خواهند دید. قبلا از همه شما سپاسگزاری میکنم که این ویدیو را لایک زدید و حاضر کامنتاری میکنید. این ویدیو را به دوستاتان تقسیم میکنید و حتما پادپیسات میکنید. تشکر که با ما هستید. با کینوخانه باشید. همراه رشد میکنیم.